در خبری فوری و بسیار مهم و تنها ساعاتی مانده به آغاز دور دوم مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در روم، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام اسرائیلی و منابع مطلع نوشت دولت اسرائیل همچنان گزینه حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران در ماه‌های آینده را در نظر داره و رد نکرده. این رسانه افزوده این در حالیه که ترامپ در دیدار اخیر خودش با نتانیاهو گفت در حال حاضر از چنین حمله‌ای حمایت نمی‌کنه. طبق این گزارش مقام‌های اسرائیلی اکنون معتقدند میتونن حمله محدود علیه برنامه هسته‌ای ایران انجام بدن که نیاز کمتری به حمایت آمریکا داشته باشه. رویترز نوشت این عملیات کوچکتر از سناریوهای اولیه است که پیشتر به واشنگتن پیشنهاد شده بود. این گزارش به نقل از یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی نوشت اطلاعات موثقی داریم که اسرائیل در حال برنامه‌ریزی حمله به سایت‌های هسته‌ای ایرانه. چنین حمله‌ای با پاسخ سخت و قاطع ایران مواجه خواهد شد. ساعتی پیش از آغاز دور دوم مذاکرات میان نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در روم، منابع مطلع اسرائیلی فاش کردند که پیام فوری و قاطع نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به دست فرستاده ویژه ترامپ رسیده. پیامی که اگر بخواهیم ساده توصیفش کنیم، یه هشدار شدیداللحنه. اجازه توافق بد با جمهوری اسلامی را نخواهیم داد. اگر لازم باشه، همین امشب میتونیم رژیم رو از درون متلاشی کنیم. وبسایت آکسیوس به نقل از منبع آگاه اسرائیلی گزارش داده که ران درمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل و دیوید بارنئا، رئیس موساد، جمعه شب به صورت محرمانه به پاریس سفر کردند تا با استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ، دیدار کنند. این دیدار پنهانی به فاصله کمتر از 24 ساعت تا نشست حیاتی روم با هدف اعمال فشار حداکثری برای جلوگیری از هر گونه انعطاف در مقابل جمهوری اسلامی برگزار شده. به گفته این منابع، نتانیاهو از ویتکاف خواسته که در هیچ شرایطی اجازه داده نشه رژیم با حفظ توان غنیسازی یا ادامه حمایت از نیروهای نیابتیش از مذاکرات جان سالم به در ببره. به بیان دیگه، شرط اسرائیل واضحه: خلع سلاح کامل یا حمله نظامی. دیدار محرمانه موساد و تیم ترامپ فقط یک لابیگری ساده نیست. این دیدار در عمل بازطراحی معادله قدرت در خاورمیانه است. اسرائیل با پیغام نتانیاهو به آمریکا اعلام کرده که دیگه حاضر به تحمل بازی‌های وقت کشی رژیم نیست و اگر واشنگتن عقب نشینی کنه، تل‌آویو خودش وارد عمل خواهد شد، چه در لبنان، چه در سوریه، چه در داخل ایران.